سلام، من حسینم و اینجا کم نمکه. دوربینی که امروز قصد داریم بهتون معرفی بکنیم نیکون نیکورمات FT3 هست، ساخته 1977. آخرین مدل نیکورماته و برای این ساخته میشه که خب عکاسای حرفه‌ای که از بدنه‌های نیکون استفاده میکردن توی اون دهه دو تا آپشن بیشتر نداشتن. یه دونه اینکه دوربین گرون قیمت F2A رو بخرن که 1976 عرضه شده بود، یا اینکه بیان نیکورمات بخرن که خب نیکورمات اون موقع میاد مدل جدید و آخرین مدلش رو میده. چرا آخرین مدل نیکورمات رو میده؟ به خاطر اینکه روی برد طراحی نیکون اون زمان دیگه کم کم نیکون FG، نیکون EM، نیکون G همه اینا داشته طراحی میشده و می‌خواسته به بیرون عرضه بشه. برای همین دیگه نیازی به نیکورمات که یک جایگزین اقتصادی برای دوربین‌های رد بالای نیکون بوده نبوده. در نتیجه ما با آخرین مدل طرف هستیم و شاهکاره. چرا شاهکاره؟ به خاطر اینکه با کمترین امکانات و کمترین کلیدها خروجی‌های فوق‌العاده‌ای بهتون میده. یعنی اصلا به این نگاه نکنید که شما 4-5 تا کلید برآمدگی این بالا یا پایین بیشتر نمیبینید، به خاطر اینکه دوربین خیلی خاصه و فوق‌العاده است واقعا. از محکمی بدنه که براتون نگم، چون داریم در مورد نیکون دهه 70 حرف میزنیم و خیلی طبیعیه که این دوربین بسیار بسیار محکم باشه. از نیکون F2 هم محکم تره، به خاطر اینکه برآمدگی‌ها و آسیب پذیری کمتری داره به خاطر چیزهایی که روش تعبیه شده. خیلی وقتی یه چیز دیتیلش کمتره طبیعتاً کمتر آسیب می‌بینه دیگه. این اتفاق توی نیکورمات میفته. یعنی عکاسای حرفه‌ای که اینو می‌خریدن خیالشون راحته که یک دوربینی دارن که مصرف باتری خیلی خیلی کمی داره و محکمه، میتونن ازش استفاده سنگین بکنن، ببرنش تو جای کثیف، چه میدونم ببرنش حتی جنگ، هزار تا کار اینجوری. طبیعتاً نورسنجش به اندازه F2 دقیق نیست، به خاطر اینکه لنزای AI روی F2 سوار می‌شده و کامل سینک می‌شده با دوربین و از طریق عدد دیافراگم هم نورسنجی تغییر می‌کرده. ما تا اینجا فقط خود نورسنجی دوربین رو داریم و لنز و اینا بهش کانکت نمیشه به اون معنا. و باتری که دوربین ساپورت میکنه یک باتری G13 هستش که رایج بوده توی همه اون دوربینا. F2 هم از همین استفاده میکنه و این بهتون این اطمینان رو میده که شما یه دوربین کم انرژی خواهید داشت و استفاده های خیلی خیلی زیادی میتونید ازش بکنید، یعنی به لحاظ مدت زمان. کردن کلید شاتر اینجاست. فوق‌العاده است. اصلا مثل این میمونه که شما یه BMW دارید و خب یه دست و دنده خیلی عادی، ولی بعد میشینید پشت فراری و یه دست دنده پدالی باحال بهتون میده که بسیار خوش دسته، به خاطر اینکه شما همزمان که اینجا دارید فوکس میکنید میتونید سرعت شاتر هم تغییر بدید و دیگه نیاز نیست این دستتون روی این بدنه است و دیگه نیاز نیست دستتون رو بیارین بالا و یه چیزی رو این بالا بچرخونید که بتونید سرعت شاتر رو تنظیم بکنید. در نتیجه این خودش خیلی چیز جالبیه برای اینکه کلید، یعنی در واقع برای تنظیم حساسیت فیلم هم راهکاری که نیکون ارائه داده اینه که این کلید رو از اینجا به بیرون میکشید، یک اهرمی داره، به بیرون میکشید و از طریق لبه‌ای که این پایین هست میتونید ISO رو تغییر بدید. خیلی راحت و اصلا اونجوری که فکر میکنید سخت نیست، ولی طبیعتاً به اندازه دوربین هایی که از بالا تنظیم میشه ISO شون راحت نیست. ولی مگه آدم هر چند وقت یه بار ISO رو تنظیم میکنه؟ معمولاً روی یک عددی برای یه مدت طولانی ثابته. سرعت شاتر نیست که یا دیافراگم نیست که هی هر لحظه تغییر بکنه. بدنه از طریق این پینی که اینجا قرار داده درش باز میشه که توی ویدیوی نحوه فیلم گذاریش هم بهتون توضیح دادم و فوق‌العاده است. صدای خیلی خوب، بدنه خیلی خیلی محکم، ببینید ذره لقی نداره.
فوق العاده است. تایمر هم حتی خیلی عالی کار میکنه. صدای تایمر. همون شد. کامل سر تایم و واقعا عالیه. لنزی که روی این دوربین سواره یک 50 میلیمتر f1.4 هستش و لنز فوق‌العاده‌ای. خروجیاشو آخر ویدیو با هم دیگه خواهیم دید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب لطفا یادتون نره. این خیلی به ما کمک میکنه توی ادامه مسیرمون. ما رو به دوستان حرفه‌ای خودتون هم معرفی بکنید که کم کم برنامه‌های جالبی براتون خواهیم داشت. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.